پدنامی یزدان، پدنامی دادار هورمزد. پد میوکیه کی بوندکتر هانچی داناکتر. به نام یزدان، به نام دادار هورمزد. این گزاره پد نیوکیه کی بوندکتر هانچی داناکتر به این چم است یا به این معناست که سزاوارتر آن است به کسی نیکی کنیم که داناتر باشه. من این گزاره رو آگاهانه و دانسته گفتم و هدفم از گفتنش و برگردانش این بود که ما زبانی رو که یاد میگیریم ناچاریم که کنار اون زبان فرهنگ رو هم یاد بگیریم. زمانی که ما به پارسی پهلوی یا به اوستایی یا به سانسکریت که تا اندازه میشه گفت که مادر همه این زبان ها هستن رجوع میکنیم و میخواهیم یک سری واژگان رو از بینشون بیرون بیاریم، این نیست که ما میخوایم یه سری واژه رو به زبان پارسی کنونی اضافه بکنیم که حالا بگیم که پارسی رو خالص صحبت میکنیم. بیشتر هدف ما اینه که از اون اندیشه‌ای که در اون پارسی هست، اندیشه‌ای که در اون واژگان بوده استفاده بکنیم و هیچ گونه این تلاشی که ما داریم باعث نمیشه که این واژه‌هایی که الان در زبان پارسی کنونی هست رو رد کنیم. یعنی واژگان دیگه رو میخوایم که یک انتخاب باشه برامون، یک گزینه دیگه‌ای باشه برامون که بتونیم از اندیشه‌های متفاوت در زبانمون داشته باشیم.